توی این ویدیو میخوام 5 نوع تشنج در کودکان که هر پدر و مادری باید بشناسه رو براتون توضیح بدم. اولیش تشنج‌های ناشی از تب هستش، همراه با تبی هستش که بالای 38 درجه هست. صفر شدن بدن رو داریم، پرش دست و پا و معمولاً کمتر از 5 دقیقه هستن. تشنج‌های غایب یا ابسنس، کودک شما ممکنه ناگهان خیره بشه، قطع ارتباط رو برای چند ثانیه داریم بدون افتادن و بعد از چند ثانیه دوباره طبیعی میشن. تشنج‌های تونیک کلونیک، علامت‌هاشون صفر شدن بدن، پرش شدید دست و پا، حتی ممکنه کف از دهان خارج بشه، کاهش هوشیاری بعد از تشنج رو داریم. تشنج‌های کانونی، فقط یک دست یا یک سمت بدن میپره، ممکنه که کودک هوشیار باشه، گاهی فقط حرکات غیر طبیعی چشم یا صورت رخ میده. اسپاسم‌های شیرخوارگی، بیشتر در کودکان زیر 1 سال، خم شدن ناگهانی بدن رو داریم، معمولاً چند بار پشت سر هم و نیاز به فوری مراجعه کردن به متخصص رو داریم. حالا فرض کنید که تشنج اتفاق میفته. اولین و مهمترین کاری که باید والدین انجام بدن اینه که آرامش خودشون رو حفظ کنن. به هیچ عنوان چیزی داخل دهان کودک قرار ندن. کودک رو به پهلو بخوابونن تا راه تنفسی باز باشه. لباس‌های تنگ رو سعی کنید باز کنید، محیط رو آرام کنید، در واقع از اشیاء خطرناک دور کنید، زمان تشنج رو ثبت کنید و در واقع به هیچ عنوان آب یا غذا به کودک ندین در 6 ساعت اولیه، چون ممکنه هوشیاریش دچار اختلال شده باشه. چیزی داخل دهان کودک قرار ندین. سعی کنید محیط بدون سر و صدا، بدون نور و به شدت آروم باشه. در واقع اورژانس‌های تشنج زمانی هستش که تشنج شما بیشتر از 5 دقیقه طول کشیده باشه، تکرار بشه، بعد از تشنج کودک شما هوشیاری طبیعی پیدا نکنه یا اینکه کودک شما زیر 6 ماه باشه و اولین تشنج رو در واقع داشته باشه. اگر کودک در حین تشنج آسیب ببینه یا مشکل تنفسی داشته باشه، جزء امرجنسی ها هست. خانواده ها سعی کنن که اولین تشنج هر کودک رو در واقع به پزشک مراجعه کنن. ابداً داروهای ضد تشنج رو خودسرانه شروع نکنن. رعایت بهداشت، کنترل تب و مراجعه به موقع قطعا میتونه ریسک ها رو در واقع کاهش بده. اما سوالی که خیلی از والدین میپرسن، آیا این تشنج باعث سر میشه یا نه؟ لازمه بگم اکثر کودکانی که دچار تشنج، به ویژه تشنج ناشی از تب یا افسی میشن، در آینده به سر مبتلا نمیشن. اما برخی عوامل خب قطعا میتونه ریسک رو افزایش بده. یکیش این که تشنج طولانی باشه، بیشتر از 15 دقیقه باشه، سابقه خانوادگی سر رو داشته باشن یا مشکل عصبی داشته باشن، اولین تشنجشون قبل از 1 سالگی باشه و اینکه تشنج‌ها بدون تب باشن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه.